واقعا بن لادن میخواست دیوید بکامو ترور کنه؟ بله. 3-4 سال قبل از جام جهانی 1998 فرانسه میاد لندن تا کارهای هماهنگی رو انجام بده. اما عاشق تیم آرسنال میشه. در حدی که چندین بار مخفیانه میره ورزشگاه هایبری تا بازی تیم محبوبش رو از نزدیک تماشا کنه. 3 تا هدف عجیب داشت. 1. بازی انگلیس تونست بریزن وسط زمین و دیوید بکام و مایکل اوون و بعدش هم بقیه بازیکن‌ها رو ترور کنن و یه نارنجک هم پرتاب کنن تو جایگاه وی آی پی. شماره 2. شبونه برن تو محل اقامت تیم ملی آمریکا و کل بازیکناشو قتل عام کنن. شماره 3. یه هلیکوپتر انتحاری بکوبن به ایستگاه انرژی اتمی. اما یکم مونده به جام جهانی 107 نفر از اعضای تروریستی اسامه بن لادن توی 7 تا کشور مختلف دستگیر میشن و عملیات لو میره.